دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های قرقیزستان ادعا دارند که با وجود تلاش‌های زیاد نمی‌توانند وارد قرقیزستان شوند. آنها میگویند هرچند طرف قرقیزستان به قبولشان اظهار آمادگی کرده است، طرف تاجیکستان با ذکر نبودن کفالت بخطری به آنها اجازه گذشتن از مرز را نمی‌دهد. نتونستیم یک دو هفته پیش قطعی نمی اماکی رفتیم یک جای بودیم نموندن گذاشتنی مقصد در گرنس تاجیکستان گفتن که اونجا ما اولی پریکاز نداریم ممکن نیست گذاشتن دیگه تامین بخطر اگر کفالت بتن قرقیزو بعد ما اجازت میتیم و میگذاریم نمی نوحه جرگتول هستن شناسا ایمو کلونسولو بچه ها هستن او هم همین خیلی موندگی هم رفتن نمیتونن. دانشجویان میگویند به آنها از دانشگاه‌هایشان خبر داده و گفتند که راهشان برای آمدن باز شده است و باید در درس‌ها اشتراک کنند. شاهروزخان زائیر و محصل سال دوم دانشگاه طبی قرقیزستان و زاده ناحیه لخش تاجیکستان است. به قول وی مرز از جانب ناحیه لخش که با قرقیزستان همسرحد است تا هنوز باز نشده و برای عبور مرز به شمال تاجیکستان آمده است. ما تاجیک ما تاجیک نمیدونم اگر انسان نماندن گذاشتن از اونجا از معارف گفتن که اینجا راه ها چشیدن اونجا برن از اونجا گذشته میتونه گفتن از معارف روی کردن بعد اینجا اومدیم گذشته نتونستیم 2 هفته پیش اینا 1 روز پیش بود رفتم گذشته نتونستیم. آخر ماه گذشته خدمات مطبوعات کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان خبر داده بود که دانشجویان زاده تاجیکستان میتوانند برای اشتراک در درس‌هایشان از مرز گذرند. طبق قاعده نام آنها را در مکتوب مخصوص مرزبان‌های دو جانب دسترس می‌کردند و برای عبور سرحد مانع پیش نمی آمد. ولی نعمت الله عظیموف میگوید پسرش حیات الله عظیموف دانشجوی سال سوم دانشگاه منس قرقیزستان نتوانست از مرز گذرد. قرقیزستان уже مکتوب روی کرده گرانیسه قرقیزستان که مثال استودنتای منس گذرد گفته. اگه تاجیکستان نمونده است. مثال وای کفالت به گردن گیرد اگر ما روی کنیم استودنتای. به گفته آنها دهها دانشجوی دیگر نیز با این مشکل روبرویند و هنوز حل آن پیدا نشده است. ازبکستان رفتیم تو اندیجان آش رفتیم اونجا رفتیم قرقیزستان اونجا دیدم که فقط گرانیت اساسی شما اگر اجازت نامه شفاف فقط استفاده کردید دیگه گرانیت ها ممکن نیست. حکومت قرقیزستان 21 اکتبر اعلام کرد که بازگشت چنین دانشجویان را استقبال میکند و این یکی از تصمیم‌های اولین دیوان نوی وزیران بوده آغاز همدیگر فهمی بین خلق‌های برادر است. طبق آمار مقامات قرقیزستان در سال خانش 2020-2021 در آن کشور تقریباً 2000 دانشجوی تاجیک تحصیل میکرد. راه دانشجویان تاجیکستانی و عموما شهروندان تاجیکستان به قرقیزستان 21 می امسال ضمن زد و خورد خونین در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بسته شد. در این درگیری دهها نفر از دو جانب کشته و زخمی و خانه و انشاءات سوخته و ویران شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.